عشق یا ترشح هورمون ها؟ سکس و شهوته. هر آنچه که قبل از خودشناسی تو رابطه های زمینی زنی مردی داری تجربه میکنی کلا حول این دوتا میچرخه. تو در کنترل ذهنی. ذهن کارش اینه که دور خواب و خور و شهوت باشه. چون حقیقت پیش او فرج و گلوس، کم بیان کن پیش او اسرار توست. تو باید فعلا بتونی از این چاکراهای پایین که توشون گیر کردی یکم بیای بالاتر الهی بشی. وقتی که تونستی عشق الهی رو تجربه بکنی و خودشناسی کردی، خودتو پیدا کردی، اون موقع میتونی جوانبی از عشق زمینی رو هم تجربه بکنی. پس قبل از خودشناسی رابطه فقط حول این دوتا میچرخه. خودتون هم گول نزنید، تعصب هم بذارید کنار. برای همینه که زود همه چی عادی و تکراری میشه و میرزه به هم رابطه ها.